عباس معروفی این نویسنده عصیانگر و پرشور در سال 1336 در تهران به دنیا آمد. عباس از خانواده بازاری و سنتی بود. پدر عباس همواره در تلاش بود تا پسرش را نیز وارد کار بازار کند، اما عباس اصلاً علاقه به داد و ستد نداشت. عباس دوست داشت بنویسد و نویسنده شود. دوست داشت خلق کند و خوب داستان بنویسد. از همین رو در سنین نوجوانی و زمانی که تنها 14 سال سن داشت، شروع به خواندن و زیرنویسی از آثار آنتون چخوف بزرگ کرد. آشنایی با ادبیات چخوف وی را به سمت دنیای جادویی ادبیات هل داد. او بارها گفت که مدت 3 سال نخست کارش با داستان آثار چخوف را بازنویسی می‌کرده است. عباس معروفی با اصرار پدرش در رشته ریاضی تحصیل کرد و دیپلم گرفت. اما در دانشگاه ادبیات خوانده و از این رشته فارغ تحصیل شده است. او رشته ادبیات دراماتیک خوانده و بعدها در همین شغل نیز مشغول به کار شد. عباس معروفی به مدت 10 سال شغل معلمی ادبیات داشت. او در مدرسه‌های معروف تهران همچون هدف و خوارزمی به تحصیل پرداخته است. عباس نیز کلاس داستان نویسی برگزار می‌کرد و شاگردان زیادی داشت. باری گفت که معلمی را دوست دارد و معلم خوب بودن را همچنان. عباس معروفی به دلیل علاقه به ادبیات و مطالعه آثار نویسندگان بزرگ از دوران مدرسه به نوشتن و دنیای نویسندگی نزدیک شد. او خود را شاگرد شاعران و نویسندگان مهم می‌دانست و همچنان با گلشیری و اسپانلو و دیگر نویسندگان مهم ادبیات فارسی آشنایی داشت. او در سال 1354 زمانی که 18 سال داشت با محمد علی یعنی نویسنده معاصر آشنا شد. 4 سال بعد و در سال 1358 پس از تلاش‌های فراوان برای برقراری ارتباط با هوشنگ گلشیری یعنی نویسنده معاصر توانست با او ملاقات کند و نمونه از نوشته‌هایش را با او نشان بدهد. بعدها با جلب رضایت گلشیری و اجازه برای شرکت در کلاس‌های داستان نویسیش راه حرفه‌ای شدن در نویسندگی را در پیش گرفت. او همچنین در همین سال با محمد اسپانلو یعنی شاعر آشنا شد و زیر نظر او به نوشتن ادامه داد. عباس معروفی میگوید که اقبال با او همراه بود. توانست با محمد اسپانلو نیز ملاقات داشته باشد و از آنها بیاموزد. او تنها 1 سال پس از این ملاقات توانست اولین داستان کوتاه خود را با نام روبروی آفتاب منتشر کند. قبل از این داستان را برای گلشیری سپرد تا بخواند، اما او برایش گفت عباس تو نویسنده نمیشوی و برو سراغ شغل پدریت. اما عباس نوشتن را ادامه داد. عباس معروفی چند اثر نوشت و داستان‌های خلق کرد، اما بعد از نگارش آثار درخشان به عضویت کانون نویسندگان ایران درآمد. اما با آغاز دهه 60 و موج جدید مخالفت‌های سیاسی، کانون نویسندگان ایران غیر قانونی اعلام شد. از همین رو در تابستان 1360 ساختمان کانون نویسندگان ایران توسط دادستانی انقلاب پلم شد. عباس معروفی زیر نظر هیئت دبیران کانون یعنی احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، باقر پرهام، محمد علی و محمد مختاری با شکستن پلم اسناد کانون را به جای امر رساندند تا جان اعضای کانون محفوظ بماند. عباس معروفی در سال 1369 مجله ادبی گردون را پایه‌گذاری کرد و سردبیری آن را بر عهده گرفت و به طور جدی به کار مطبوعات ادبی روی آورد. در پیوند با این مجله، جایزه قلم زرین گردون شکل گرفت. این جایزه در پرورش و تشویق نویسندگان جوان نقش چشمگیری داشت. یکی از مهمترین اقدامات مجله گردون طرح موضوع فعالیت دوباره کانون نویسندگان ایران بود. در سال 1369
جلسات سومین دوره کنون نویسندگان ایران آغاز شد و در سال 1371 با انتشار متن ما نویسندگیم انجامید. عباس معروفی در سالهایی که در ایران بود بارها تهدید به زندان شد و بار هم به طناب اعدام نزدیک شد. در دهه 60 که فعالیت مطبوعاتی بسیار محدود شده بود، عباس معروفی در مجله گردون فعالیت‌های آزادانه داشت که در نهایت همین موضوع باعث شد تا توقیف و زندانی شود. عباس معروفی در دادگاه به اعدام محکوم شد، اما در دادگاه تجدید نظر او را بیگناه شناخته و آزاد کردند. بعد از آزادی عباس معروفی تا سال 1374 فعالیت‌های خود را سر گرفته و مجله گردون را که آن طور خودش صلاح می‌دید ادامه داد. در نهایت او دوباره احضار شد و این بار به شلاق و 1 سال زندان محکوم شد. عباس معروفی سرانجام در سال 1374 ایران را ترک کرد. اول با پاکستان و سپس با آلمان رفت و مدت از بورس خانه هایرنشبل بهره گرفت و 1 سال نیز با عنوان مدیر در آن خانه کار کرد. پس از آن برای گذراندن زندگی دست به کارهای مختلف زد. مدتی با عنوان مدیر شبانه 1 هتل کار کرد. مهدی شجاعی از دوستان دوران دبیرستان عباس معروفی نوشته است: عباس اساساً قصد رفتن نداشت. تمام صبوری و سماجتش را برای ماندن به کار گرفت، اما عزم این سو برای راندنش جزم بود. باید بین کشته شدن و گریختن یکی را انتخاب می کرد. راه سومی وجود نداشت. عباس رمان‌های مختلف نوشت که مهمترین آنها سال بلوا و سمفونی مردگان است. نوشتن‌های متعدد از عباس معروفی یک نویسنده صاحب سبک ساخت، اما این رمان سمفونی مردگان بود که او را معروف ساخت. سمفونی مردگان عنوان رمان نوشته عباس معروفی است. این رمان برنده جایزه سال 2001 از بنیاد انتشارات ادبی فلسفی سورکامپ شده است. این داستان یک حادثه را از منظر چند ناظر روایت می کند. شخصیت اصلی داستان شاعر جوانی است که گرفتار خشم پدر سنتی خود می شود. معروفی در این کتاب دردسرهای یک روشنفکر سالهای 1310 تا 1330 را از منظر دید چند شخصیت مختلف داستان روایت می کند. کتاب سمفونی مردگان در مورد خانواده 6 نفره است که در اردبیل سکونت دارند و تمام داستان در این شهر اتفاق می افتد. جابر اورخانی یک بازاری متمول و بسیار سختگیر و متعصب است که صاحب 3 پسر و 1 دختر است. پسر ارشد او که یوسف نام دارد در خلال جنگ جهانی دوم فکر پرواز به سرش می‌زند و خود را از پشت بام به پایین می‌اندازد و فلج می‌شود. پس از یوسف چشم امید پدر با آیدین دومین فرزند خانواده است، اما آیدین فرد روشن فکر است. شبها کتاب می‌خواند و گاهی هم شعر می‌نویسد و علاقه‌مند به ادامه تحصیل است و نمی‌خواهد شغل پدر را ادامه بدهد. اما پدر همواره از صد راه او قرار می‌گیرد و با او فشار می‌آورد تا جایی که آیدین مجبور به ترک خانه می‌شود. آیدا حال دیگر آیدین است که مانند تمام زنان آن دوران در حاشیه قرار دارد و دیدن نمی‌شود. در 17 سالگی ازدواج می‌کند و به آبادان می‌رود، اما چند سال بعد خبر خودسوزی او در روزنامه‌ها پخش می‌شود. اورهان فرزند آخر خانواده با سیاهی و سردی دوران کنار آمده و شیوه پدر را در پیش گرفته است و به دلیل حرص و طمع بیش از حد می‌خواهد تنها وارث پدر باشد. بعد از فوت پدر و مادرش تصمیم به کشتن یوسف و دیوانه کردن آیدین می‌گیرد. عباس معروفی وقتی به آلمان رفت خواست کارهای بزرگی انجام بدهد و در آلمان کوشید مجله گردون را بار دیگر منتشر کند، اما مشکلات آنقدر زیاد بودند که نتوانست بیش از چند شماره منتشر کند. بنابراین به فعالیت‌های فرهنگی پرداخت که به تعهدات مالی کمترین نیاز داشت. او خانه هنر و ادبیات هدایت، بزرگترین کتابفروشی ایران در اروپا را در خیابان کانت برلین بنیاد نهاد و به کار کتابفروشی مشغول شد. همچنین از سال 1382 کلاس‌های داستان نویسی خود را نیز در همان محل تشکیل می‌داد. چاپخانه و نشر گردون هم در همین مکان برقرار است که تاکنون بیش از 300 عنوان کتاب از نویسندگان تبعیدی و آثار ممنوع در ایران منتشر کرده است.
عباس معروفی همیشه آرزو داشت در ایران کتاب چاپ کند و چاپ کتاب در وطن نویسنده را بهتر می‌دانست. او می‌گفت آدم در خارج کشور وقتی اثری را می‌نویسد ریشه اش را در آب می‌گذارد، مثل بوفکور که در بمبئی چاپ شد، آن هم با 50 نسخه. در واقع او ریشه بوفکور را در آب گذاشت، بعدها دیگران آوردند و در اینجا کاشتندش، چون بوفکور باید در ایران شاخ و برگ دهد تا بعدها سایه‌اش به جاهای دیگر کشیده شود. به هر حال باید مسئولین این را بفهمند. میدانید مشکل اصلی به اینجا برمیگرده که همه احساس میکنن کیم هستند و نظام فکری به سوی دلالی میرود. عباس معروفی در این مورد گفت من در تمام دنیا کپی رایت دارم جز در کشور خودم. اینجا اگر یک خط از نوشته های مرا چاپ کنند 10 نامه می نویسند. خواهش می کنند. حالا یک آقای از طرف یک کمپانی سوئیسی پیش من آمده که می خواهد سمفونی مردگان را فیلم کند و قصد دارد فضای آن را به فلسطین منتقل کند. بعد نامه نوشتند که می توانستیم چنین فضایی را بسازیم، اما دوست داشتیم کتاب تو را با آنجا ببریم و خب باید پول زیادی را بپردازند و اجازه بگیرند. جالب اینجاست که من نمیتوانم چنین اجازه ای را با او بدهم، چون کپی رایت کتابم دست ناشر است، یعنی وارد یک سیستم می شود. آنها از او حق التعلیف و مالیات و را طبق ضوابط می گیرند. همه چیز روی حساب است. او قصد دارد یک سریال 10 قسمتی برای تلویزیون های آلمانی زبان و یک فیلم سینمایی بسازد. شبهای بسیار پشت میز می نشینم و یک خط بیشتر می نویسم، ولی 5 ساعتم را می نشینم، گاهی مواقع 30 صفحه پشت سر هم می نویسم. بعد دستم نقطه می گذارد و دیگر ادامه نمی دهد. ذهنم آماده است اما دستم ادامه نمی دهد. می روم و می خوابم. بعد ساعت 6 صبح یک باره کسی مرا از رخت خواب می کند و دوباره دستم شروع می کند. سمفونی مردگان. همه‌اش اینطوری نوشته شده است. هر نویسنده تعریف از رمان دارد، اما عباس معروفی هم تعریف دارد، اما تعریف خاص. او میگوید رمان یعنی تداعی، یعنی رمانی که با تداعی ها جان میگیرد. از یک بو به یک صدا می رود. از یک صدا به یک فضا می رود. از یک فضا به یک رویا می رود. از یک رویا به یک واقعیت می رود. ولی هیچ کدام را نمی توانید پیدا کنید. با یک تداعی از زمانها به هم می ریزد و من بر راحتی می توانم در زمان شنا کنم. البته فرق می کند. یک قصه می شود بامداد خمار. خب همه است. چون این رمان‌های باید وجود داشته باشد و جامعه باید آنها را بخواند. من آن را به ناشرم توصیه کردم. از من پرسید نظرت چیست؟ و من گفتم فکر میکنم باید آن را چاپ کنم. خوشبختانه در آلمان بامداد خمار به چاپ 6 رسیده است. عده‌ای هستند که این رمان‌ها را دوست دارند. ولی ببینید 20 و چند سال است که من مشغول کار روی چیزی هستم. روی بی‌مرزی واقعیت، تخیل و رویا. عباس برای اینکه چه کسی نویسنده است و نویسندگی چیست معیار و تعریف داشت. خیلی از نویسنده ها خیال می کنند در رمان و داستان حتما باید کار روانشناسی و جامعه شناسی انجام دهند. این اصلاً به ما مربوط نیست. ما جامعه شناس، روانشناس، فیلسوف و سیاستمدار نیستیم. تنها کاری که می توانیم انجام دهیم نوشتن یک داستان است. آخرین کاری که من می توانم انجام دهم نوشتن یک داستان قشنگ است. بقیه‌اش در دانش است. مثل این است که شما دکترایتان را از دانشگاه تهران بگیرید. بعد بگویید من هم دیپلم دارم. من به بچه‌های کلاسم میگویم که قرار نیست شما در رمان جامعه شناسی کنید یا روانکاوی. اجازه دهید دیگران بکنند. دوستویفسکی وقتی جنایت و مکافات را می-نوشته با راسکولنیکوف زندگی کرده است. حال روانشناس‌ها 150 سال است که دور این اثر میچرخند. کعبه آنهاست. برای اینکه هر چه میخوانند میبینند که ابعاد انسانی آن گسترده‌تر از این حرف است. جهان رمان جهان بسیار زیبایی است. من نویسنده‌ام و فقط میتوانم اعتراضم را بنویسم. بله، گاهی شما حق دارید. پیش می آید که بچه‌ها از ایران نامه می نویسند و میگویند شما چرا اینقدر تلخ و غم‌انگیز هستید. ولی فکر میکنم یک جاهای حق ما نبود که آن آزارها را ببینیم.
ما غیر از معلمی و غیر از نوشتن کاری نکرده بودیم. چرا من در کشورم نیستم؟ چون من هر جا باشم کار میکنم و مینویسم. مثلا اگر اینجا که کتاب فروشی دارم نباشم و در فنلند باشم، حتما نجار خوبه میشم. ولی با همان نجاری موجود جریان میسازم و کارهای تازه میکنم. ولی آدم درش میخواهد در جای خودش باشد. عباس معروفی در سال 1399 نخستین بار از ابتلای خود به سرطان خبر داد و نوشت: سیمین دانشور به من گفت: غصه یعنی سرطان. غصه نخوری یک وقت. معروفی. و من غصه خوردم. این خبر از ابتلایش به سرطان بود. او پنجشنبه 10 شهریور 1401 در 65 سالگی درگذشت. مرگ او برای نویسندگان افغانستان و ایران و دوستانش سخت تمام شد.